السلام ای دوستان، ای دوستداران، السلام. مهربان و دلستان و چهره خندان، السلام. زندگی از مهربانی های ما گل می کند. مهر یاران، مهرداران، مهربانان، السلام. من ابلاقوب انگوبین، خواننده صنف یک مکتب تحصیلات عمومی رقم 1 می باشم. امروز تمام مردان جمهوری تاجیکستان، پدران برانمند شهر و دهات پنجکند را با عید ارتش ملی تبریک و مبارکباد میگویم. از فرصت مناسب استفاده برده شهنشاه مردان، پدر جان عزیز و مهربانم را با عیدشان تبریک و مبارکباد میگویم. چه خوشبختی پدر جان، صاحب دلان هستی، با آداب خوش و شیرین گپی ورد زبان هستی. طبیبی کسب اول کسب دیگر هست، تو را مردی براستی گویمت پدر جان، به مثل آفریدگار مهربان هستی. پدر جان، ما با تو می فخریم، شکرانه میکنیم، پدر و مادری مهربان داریم. جانم پدرم شهنشاه مردانیم، با مادر جان عزیزترین انسانیم. ای پدر جان، خاک پایت میشوم، وقتی پیری من از ساعت میشوم. با همه دور و نداری زندگی، روی حولی کفش پایت میشوم. بهترین تحفه پدر برای فرزند این محبت به مادر است. پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگری دلها. پدر هم مشکل آسان است، پدر هم ملهم جان است. اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. پدر باشد نباشد غم، نباشد مشکلات هر دم. پدر نیروی فرزند و پدر یک عالمی بیغم. پدر رهبان انسان است، چوشم تا روز فروزان است. دل فروزی ترنم ها پدر جان است، پدر جان است. عید مبارک پدر جان شفاکارم، ابلاقلوف احمد جان. مینداری خود را به تلویزیون صدا و سیما میرسانم. من ابلاقلوف ابرو. عید مبارک پدر جان. برایم بهترین مردی پدر جان، با صد مهرم بپروردی پدر جان. به دستم هدیه می دادی با شب، چو می گفتم چه آوردی پدر جان. نکوکاری به مردم پیشه توست، به خلق خویش همدردی پدر جان. زیبس اندر ره پاک خدایی، از این راحت نمیگردی پدر جان. نباشد چون تو دیگر مردی نیکو، برایم بهترین مردی پدر جان.